قبل از اینکه بخوایم یکی از بزرگترین معضلات یوتیوب رو بررسی بکنیم، ازتون میخوام که بهم بگید آیا تا حالا با مشکل ریستریکت شدن محتوا برخورد کردید یا محتوای شما تا حالا محدود شده؟ اگر آره یا اگر نه، لطفاً تو کامنت ها بهم جواب بدید. سلام، خیلی خوش اومدین به استودیو بتر تیوب. من امیر هستم و امیدوارم که بتونم به سوالات شما به درستی پاسخ بدم. قبل از هر چیزی ازتون میخوام که حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید و اینکه اگر که دوست دارید با سوالات کوتاه دیگران آشنا بشین، اینستاگرام ما رو فالو بکنید و اگر سوالی داشتید یا در رابطه با بحث مانیتایز شدنتون، بحث فیر یوز یا مسائلی از این قبیل سوالاتی داشتین، میتونین به تلگرام ما پیام بدید. تصور من اینه که الان خیلی از شماها اون سوال اول کلیپ رو اینجوری پاسخ دادید: نه حتما ما ریستریکت نشده محتوامون. اما با این فرض که شما اصلا محتواتون ریستریکت نشده، بریم این کانال رو نگاه بکنیم. وقتی این کانال رو مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که توی این کانال محتواشون ماهانه بیش از 10 میلیارد بازدید داره و همونطور که میبینین وقتی که میخوایم محتوا رو از حالت ریستریکتد بیرون بیاریم، یعنی محتوایی رو که ریستریکتد شده به ما نشون نده و اون چیزی که میبینیم باور نکردنیه. خب حالا برمیگردیم و بپرسیم دوباره سوالمون رو: آیا مطمئنین که تا حالا محتوای ریستریکت شده نداشتید؟ میتونید برید چک بکنید و ببینید که آیا محتواتون تا حالا ریستریکت شده یا نشده. اما فارغ از این که چرا یه محتوای ریستریکت میشه یا نمیشه، بذارید دو تا موضوع رو مشخص بکنیم. قطعاً ریستریکت شدن محتوا میزان بازدید شما رو کم میکنه، به خاطر اینکه همونطور که از اسمش پیداست اون محتوای شما محدود شده، یعنی به خیلی‌ها نمایش داده نمیشه. این محتوا به اونهایی که زیر 18 سال دارن و یا حتی کسایی که انتخاب کردن که محتوای ریستریکت شده رو نبینن قطعاً نمایش داده نمیشه. اما آیا این حالت ریستریکت شدن تأثیری روی روند بازدید شما میذاره؟ دوباره همون کانال رو اگه بخوایم توجه بکنیم، اون همه بازدید برای تمام اون محتوایی بود که ریستریکت شده بود. حالا باز برمیگردیم سر سوال اولمون: آیا بازدیدها ریزش میکنن؟ بله، قطعاً بازدیدها ریزش میکنن. همونطور که روی چارتتون دارید میبینید، اون محتوایی که ریستریکت شدن طبیعتاً به یه سری افراد با سنهای پایینتر نمایش داده نمیشه و اون افرادی که با سنهای پایین دارن میبینن طبیعتاً دارن از جاهایی مثل مدارس، کتابخونه ها و جاهایی میبینن که محدودیت براشون به خاطر مطالعه آزاد شده و دیگه محدود نیستن. اما طبیعتاً برای افرادی که دارن تقلا میکنن و زور میزنن که ویو رو دونه بدونه جمع بکنن، طبیعتاً ریستریکت شدن محتوا خودش یه باخت محسوب میشه. کند شدن شما توی سابسکرایب گرفتن، توی بازدید یه سری از ویدیوهاتون طبیعتاً خوشایند برای خیلیاتون نیست که دارین تلاش میکنین حتی تازه مانیتایز بشید. حالا یکی از سوالاتی که برای خیلیاتون ممکنه به وجود بیاد اینه که از کجا بفهمیم محتوای ما ریستریکتد یا همون محدود شده؟ خبر بعد اینجاست که قرار نیست محتوای شما وقتی که ریستریکت میشه یوتیوب به شما ایمیل بزنه یا حتی به نوعی شما رو آگاه بکنه. خب من چجوری متوجه بشم؟ همونجوری که خود گوگل راهنمایی کرده، تنها راه حلش اینه که شما حالت نمایش خودتون رو حالت ریستریکتد قرار بدید و بعد از اون شروع کنید به سرچ کردن محتواتون. وقتی تایتل یوتیوبتون رو سرچ بکنید، اون ویدیو رو دیگه به شما نشون نمیده و این تنها راه حله. و در نهایت اگر بخواین از من سوال بپرسید که چه محتوایی تو حالت ریستریکتد میرن، باید بگم که یه لیست اینجا آماده است که مشخص کرده کدوم محتوای شما قطعاً به حالت ریستریکتد میرن. هر محتوایی که به یکی از این دلایل بالاتر از سن 18 سال رو بخواد شامل بشه، قطعاً محتوای ریستریکتد میشه. در نهایت بهتون بگم که با توجه به این که مخاطبان یوتیوب خب طبیعتاً خیلی زیاد هستن، نمیتونیم بگیم که این دلیل اصلی افت بازدید کانال شما یا یه ویدیوی شما میشه، اما این هم یکی از دلایلشه. خوشحال میشم اگر سوالی داشتین یا مشکلی داشتید حتما بهمون پیام بدین تو تلگرام، تو اینستاگرام و یا تو بخش کامنت ها. ما رو سابسکرایب داشته باشید و اگر که این ویدیو تونست بهتون کمک بکنه یا فکر میکنید که میتونه به یکی از دوستانتون کمک بکنه، این رو حتما برای اونها شیر کنید.